Everyone I know in love are all in town. 3 به توان آ ضرب در 3 به توان آ شده 90. آ چنده؟ I'm میان looking میگیم at the که 3 به snow. توان آ I wish that I could go ضرب away در 3 به this توان آ Christmas. شده 90. چون مساویان My به فاصله میگیم میشه 2 تا. they 3 don't به want توان me آ شده 90. to go away. پس طرفین تقسیم بر 2 I chose to میکنیم. leave. I'm 2 staring با at 2 the میده tree. 3 به توان آ It says that I should برابر be با away 45. this Christmas. بعد میگیم که از طرفین لگاریتم میگیریم And what am I to do if I میشه can't be with you? لگاریتم 3 به Sit and توان آ laugh برابر با with لگاریتم everyone we 45. love. بعد I داریم hate که the snow, so I لگاریتم chose to با run. توان x میاد ضریب قرار میگیره میشه Sit آ there in the لگ sand beneath the 3 sun. برابر با لگ 45 رو میشه نوشت. I know and love, بعد آ رو میخوایم به دست بیاریم طرف مردم تقسیم رو داریم and مشون I've had آ برابر enough. با لگ I'm looking at 45 the تقسیم snow. بر لگ I wish that 3 I could go لگ away this Christmas. آ تقسیم بر لگ ب برابر با لگ آ در مقابل ب. از این میتونیم استفاده کنیم. میشه آ مساوی است با لگ 45 در مبنای 3. آ برابر است با به جای 45 می‌نویسیم 3 به توان 2 ضرب در What am I to do 5. if I'm still بعد feeling blue? ما میتونیم چهار کنیم این ضرب دیگه میشه نوشت لگ اولی به علاوه لگ دومی در مبنای 3. پس آ برابر است با این توامی ضریب قرار میگیره میشه 2 لگ 3 در مبنای 3 هم که میشه 1 به علاوه لگ 5 در مبنای 3. پس آ به این شکل جواب در اومد. 2 به علاوه لگ 5 در مبنای 3. خب اگه ما اونجا قرار بدیم تو جای اصلی تو امتحانش قرار بدیم جواب میشه 2 ضرب در 3 به توان 2 به علاوه لگ 5 در مبنای 3 مساوی است با 2 ضرب در این توانا بینشون جمع هست میشه ضرب توان عدد پایه 3 به توان 2 ضرب در 3 به توان لگ 5 در مبنای 3 که این آ به توان لگ به در مبنای آ میشه به این میشه 5 جوابش میشه 2 ضرب در 3 به توان 2 9 ضرب در این هم میشه 5 جواب میشه 90.